خب دوستان عزیز، دوشنبه هست و زمان پخش کارشناسی مهاجرت با آقای دکتر سیروس احمدی. روی خط هستم و باشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر احمدی سلام. سلام و صبحتون بخیر جناب تمامی عزیز و شنوندگان محترم برنامه. خیلی متشکرم. آقای احمدی، امروز قرار هستش که راجع به چی صحبت بکنیم؟ چه نوع ویزایی؟ امروز هم در ادامه ویزاهای اسکیل میخوایم راجع به ویزای تاپ کلاس 489 صحبت کنیم که در واقع یکی از تقریبا میشه گفت ویزاهایی که خیلی از ایرانی ها از این طریق دارن وارد استرالیا میشن در اسکیل. من اینجا باز طبق معمول هفته‌های گذشته سعی میکنم یا در فصل گذشته سعی میکنم که شرایط کلی این ویزا رو عرض کنم، بعد به جزئیات بپردازیم. ویزای 489 در واقع یک ویزای موقت اسکیله، برخلاف دو تا ویزای قبلی که عرض کردیم، ویزای 189 و 190 که دو تاشون ویزای دائم بودن. این ویزای موقت، بنابراین تا فرد یه سری شرایط رو رعایت نکنه و از 2 سال نگذره عملا نمیتونه ویزای دائم بگیره با این ویزا. و اما اینکه چطوری میشه این ویزا رو گرفت، باز چون از دسته اسکیل ویزا ها هست یه سری شرایط کلی و اساسی داره که حتما باید فرد داشته باشه. باز هم باید سن فرد زیر 50 باشه. شغل فرد میتونه در یکی از 2 تا گروه 1 یا 2 یا SOL و CSOL باشه، در واقع اون اکیوپیشنی که داره ادعا میکنه. بله. سطح زبان فرد باید باز حداقل نمره 6 آیلتس و یا معادلش در امتحان تافل و یا امتحانات دیگر بیاره و حداقل امتیازی که فرد بیاره باز هم باید 60 امتیاز باشه. و حالا عرض میکنم چرا خب اگه فرد 60 امتیاز میاره چرا ویزای موقت میگیره نه دائم. در واقع اصلی ترین دلیلش اینه که خیلی ها 50 امتیاز میارن و توسط یک ایالت و یا فامیل اسپانسر میشن و اون ایالت یا فامیل 10 امتیاز بهشون میده، میشن 60 امتیاز. و در واقع چون 10 امتیاز کم داشتن و حالا یا به دلایل دیگه مجبور بودن اینو ویزا رو بگیرن، ویزایی که میگیرن ویزای 4 سال هست نه ویزای دائم. باز هم اینجا یه سری مراحل کلی هست که باید طی بشه، مثل ارزیابی مدرک، نوشتن اسم در لیست EOI، گرفتن اسپانسرشیپ یا از ایالت که به اصطلاح این دفعه بهش میگن ریجنال اسپانسرشیپ و یا اینکه اسپانسر شدن توسط یکی از اعضای فامیل که در مناطق خاصی از استرالیا زندگی میکنن و بعد اینکه دعوت میشه فرد برای ویزا و بعد از اون هم ویزا پروسسینگ شروع میشه که بازم مثل بقیه ویزاهای اسکیل ممکنه 3 ماه تا 9 ماه طول بکشه، بعضا بیشتر یا کمتر. این باز مراحل کلی بود. و اما اینکه چطوری فرد امتیازات لازم رو بیاره، باز مثل ویزاهای دیگر اسکیل مثل همون ویزای 189 و 190 اینجا هم امتیاز سن دقیقاً به همون ترتیب هست که مثلا افراد 25 تا 32 سال بیشتر امتیاز سن رو میارن که 30 امتیاز هست و به همین ترتیب امتیاز کمتر میشه تا اینکه 45 تا 49 ساله ها امتیازی نمیگیرن و 50 به بالان که اصلا نمیتونن برای این ویزا اقدام کنن. مدرک هم باز اینجا به همون ترتیب، مدرک دیپلم فوق دیپلم 10 امتیاز، لیسانس فوق لیسانس 15 امتیاز و مدرک دکترا 20 امتیاز داره. نمره آیل نمره 6 شرطه، نمره 7 10 امتیاز داره و نمره 8 20 امتیاز. باز هم توجه داشته باشید که این نمره در هر بند امتحان آیل هست و میتونه ماژول آکادمیک باشه یا جنرال، فرقی برای اداره مهاجرت نداره و معادلش هم امتحانات تافل و امتحانات دیگری هست. سابقه کار فرد در استرالیا، اگه در استرالیا کار کرده خب باز امتیاز داره. 1 سال 5 امتیاز، 3 سال 10 امتیاز و 5 سال 15 امتیاز داره. اگه فرد خارج از استرالیا کار کرده باز امتیاز داره، به شرط اینکه 3 سال حداقل کار کرده باشه که 5 امتیاز براش هست. اگه 5 سال کار کرده 10 امتیاز، اگه 8 سال کار کرده
15 امتیاز. باز هم اینجا اگه همسر فرد بتونه نمره آیلتس بیاره و مدرکش رو ارزیابی کنه در واقع در یکی از اون رشته‌های موجود، باز هم اینجا 5 امتیاز کمک میکنه. درس خوندن در استرالیا هم 5 امتیاز اگه 2 سال درس خونده باشید به شما کمک میکنه و اگه این درس در مناطق ریجنال استرالیا باز خونده شده باشه یه 5 امتیاز دیگه هم علاوه بر اون کمک خواهد کرد. و باز هم نمره زبان فارسی مثلا برای ما ایرانی‌ها که توسط ناتی امتحانی گرفته میشه میتونه 5 امتیاز کمک کنه. و امتیاز اصلی که اینجا این ویزا رو از بقیه ویزای اسکیل متمایز میکنه امتیاز ریجنال اسپانسرشیپ بهش میگن، که در واقع ایالت این بار شما رو برای مناطق خاصی از اون ایالت یا از ایالت‌ها کل ایالت اسپانسر میکنه و به شما 10 امتیاز میده. در ویزای 190 ایالت‌ها 5 امتیاز کمک میکردن ولی اینجا 10 امتیاز. بنابراین خیلی‌ها که مجبور میشن این ویزا رو بگیرن دلیلش اینه که 50 امتیاز دارن و عملاً 10 امتیاز کم دارن و میان سراغ ایالت و امتیاز ریجنال اسپانسرشیپ رو میگیرن که با اون میشه 60 امتیاز و بلافاصله دعوت میشن برای ویزا. این در واقع امتیازات و شرایط کلی این ویزا بود. و اما اینکه خب این ویزا 4 ساله است چطوری میشه به ویزای دائم تبدیلش کرد؟ شرط اصلی این دائم شدن اینه که شما اون منطقه‌ای که اسپانسرتون شده برید 2 سال زندگی کنید در همون منطقه ریجنال در واقع و از این 2 سال 1 سالش رو کار کنید. حالا ممکنه شما متأهل باشید خودتون نتونید کار کنید، همسرتون کار کنن. خوبی این نوع ویزا اینجاش در واقع خوبیش به اینه که اگه شما یا همسرتون یکیتون بتونید این 2 سال و حداقل 1 سالش رو کار کنید اون شرط رو آورده کردید و مثلا برای ویزای دائمتون این دفعه همسرتون میتونه بشه مین اپلیکنت و همتون باز با هم ویزای دائم بگیرید. و اینکه چه اعضای فامیلی ممکنه بتونن اسپانسر فرد بشن تقریبا میشه گفت که این دفعه فقط برادر خواهر پدر مادر نیست، پسر عمو پسر خاله در واقع کازین‌ها هم در مورد خودتون و هم همسرتون میتونن که شما رو اسپانسر کنن. حالا اینکه 2 نوع ویزای 489 هست، یکیش وقتی که ایالت شما رو اسپانسر میکنه، یکی این که فامیلتون شما رو اسپانسر میکنه. اون نوع اول که خب شرایط و ضوابط ایالت‌ها متفاوته ولی نوع دوم تنها شرط اینه که اون فامیل شما رزیدنت استرالیا باشه و تو یه مناطق خاصی از استرالیا زندگی کنن. و جالبه بدونید که فامیل ها تقریبا در ایالت‌های مختلف همه جاش میتونن زندگی کنن. حالا منهای نیو ساوت ویلز و کوینزلند، مثلا وسترن استرالیا همه جای ایالت، ویکتوریا همه جای ایالت شامل ملبورن، ساوت استرالیا، نورتن تریتوری، تزمنیا، ACT، در واقع همه جای این مناطق هر نقطه‌ای فامیل شما زندگی میکنه میتونه شما رو اسپانسر کنه. ولی در نیو ساوت ویلز کسایی که در سیدنی، ولونگونگ و نیوکاسل هستن نمیتونن متاسفانه. در کوینزلند هم کسانی که در بریزبن زندگی میکنن نمیتونن، که حالا من واقعا دلیلش رو نمیدونم ولی متاسفانه اونایی که تو نیو ساوت ویلز و کوینزلندن در واقع نمیتونن فامیل خوبی برای شما باشن اگه نیاز به اسپانسرشیپشون دارید. در واقع تنها اختلاف ویزاهای 489 فامیلی و 489 ریجنال اسپانسرشیپ میشه گفت در اینه که وقتی شما متکی به اسپانسرشیپ فامیلی میشید ممکنه یکم طول بکشه تا دعوت بشید برای ویزا. مثلا ممکنه تا جای 1 ماه 6 ماه طول بکشه تا دعوت بشید و یا بیشتر. ولی در نوع ریجنال در واقع بعضا ظرف 2 هفته یا 1 ماه ایالت تصمیم میگیره یا شما رو اسپانسر میکنه یا نه و تکلیفتون مشخص خواهد شد. این اطلاعات خیلی خلاصه و کلی بود چون میدونم جلسات قبلی خود طولانی صحبت شده در مورد امتیازات و غیره، ولی باز اگه سوال خاصی شما دارید من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. بله، میخواستم ببینم که هزینه اپلای کردن این ویزا چقدر در میاد
و مدت زمانی که فرد نیاز هستش که منتظر بشه که این ویزا صادر بشه چقدر؟ بله، هزینه این ویزا تقریبا و شاید بشه گفت دقیقاً مثل ویزاهای تاپ کلاس 190 هست. عملاً شما یه بخشی برای ارزیابی مدرک پرداخت میکنید که متوسطش 500 تا $1000 هست. بعدش بستگی به اینکه کدوم ایالت میخواید ریجینال اسپانسرشیپ بگیرید یه هزینه ممکنه به اونا پرداخت کنید، مثلا پرت $220، نیوساوت ویلز $330، ملبورن و آیگان. این دیگه بستگی به ایالت داره و هزینه اصلی در واقع هزینه‌ای که به خود اداره مهاجرت پرداخت میشه که با توجه به تعداد افراد خانواده هزینه متفاوته، ولی نفر اصلی هزینه‌اش $3520. این در واقع خلاصه از هزینه ها هست و فکر کنم سوال دیگه‌تون که در همین امتداد بود به قول معروف راجع به زمان، چقدر زمان میبره این نوع ویزا. این ویزا هم باز مثل بقیه ویزاهای اسکیل تقریبا پروسسینگش سریع شده اخیراً و معمولا این ویزاها از ویزاهای دیگر اسکیل سریعتر بررسی می شده. همیشه الان هم انگار یا در همون حده و اگر سریعتر نیست حداقل از بقیه دیرتر بررسی نخواهد شد. متوسطش همون 3 ماه تا 9 ماه هست. حالا برای ما ایرانی‌ها یکم اون انده به قول معروف 9 ماهش بیشتر مد نظره، ولی اوریجش تقریبا میشه گفت 3 تا 6 ماه هست. درسته. خب این سوالی هستش که من در مورد هر ویزایی میپرسم، اینجا هم میپرسم که خانواده یا مثلا فامیل، اعضای فامیل رو هم میتونن با این ویزا با خودشون بیارن تو استرالیا؟ بله، اینجا هم مثل دیگر ویزاهای اسکیل میتونن تمام اعضای فامیل وابسته رو در واقع مثل همسر، فرزند و یا کسانی که کاملا به شما وابستن از مالی و غیره میتونید همراهتون بیاد. بله مرسی. خب جناب احمدی، در مورد ریجینال ایریا صحبت شد. میخوام بپرسم ببینم که اصلا کجاها، چه جاهایی جزو ریجینال ایریا حساب میشن؟ بله، ریجینال ایریا برای اون نوع ویزایی که در واقع ایالت میخواد یا منطقه ریجینال میخواد شما رو اسپانسر کنه با اون نوع فامیلی متفاوته. در نوع فامیلی اسپانسرشیپ همین نوع ویزا عرض کردم که مثلا وسترن استرالیا یا ویکتوریا کل ایالت برای اون نوع ویزا دزیگنیتد ایریا به حساب میاد یا در واقع منطقه‌ای که میتونه شما رو فامیلیتون اسپانسر کنه. ولی وقتی حرف از ریجینال اسپانسرشیپ میشه یه سری پست کدها اداره مهاجرت تعریف کرده که باز مثلا این دفعه حتی تو وسترن استرالیا یا اصلا ببخشید وسترن استرالیا هنوز کل ایالت جز اون ریجینال به حساب میاد. مثلا تو ویکتوریا دیگه ملبورن جزوش به حساب نمیاد، سری پست کدها تعریف شده و یا کوینزلند باز یه سری پست کدها از جمله بریزبن و گولد کوست جزش به حساب نمیاد و به همین ترتیب نیوساوت ویلز هم همینطور. ولی ایالت‌های مثل وسترن استرالیا، ساوت استرالیا یا تریتوریا مثل نورتن تریتوری، ACT، اینا کل در واقع منطقه یا ایالت به عنوان مناطق ریجینال به حساب میاد. بله مرسی. جناب احمدی، اگر کسی این ویزا رو گرفت چه وظایفی داره و چه تعهداتی نسبت به کشور استرالیا داره؟ این ویزا در واقع تعهد شما اینه که اون منطقه در واقع اگه این ویزا رو که 4 ساله صادر بشه شما تنها میتونید تو مناطق ریجینال استرالیا زندگی کنید که حالا مثلا اگه وسترن استرالیا شما رو اسپانسر کرده برای مناطق ریجینال خاصی برای همون جاها میتونید تشریف ببرید و اگه از ریجینال ایریا بیاید بیرون عملا ویزاتون میتونه کنسل بشه. و اما اینکه چیکار باید بکنید که بتونید این ویزا رو هر چه سریعتر به ویزای دائم تبدیل کنید
در واقع شما باید 2 سال تو منطقه ریجنال زندگی بکنید و از این 2 سال 1 سالش رو کار کنید که کار هم باز تعریفش اینه که حداقل 35 ساعت در هفته کار کرده باشید که در واقع میشه گفت کار فول تایمه و بعد از اون حالا این کار میتونه خودتون یا همسرتون باشه، عرض کردم قبلا. بعد از اون الیجیبل هستید که برای ویزای دائم تاپ کلاس 887 اقدام کنید که اون ویزا رو خیلی سریعتر اداره مهاجرت بررسی خواهد کرد و تقریبا دیگه میشه گفت شرایط و ضوابط خاصی نداره. شرطش همون 2 سال زندگی 1 سال کار هست. درسته. این ایالت‌هایی که گفتید که اسپانسر میکنن افراد رو، آیا اینا باید شرایط خاصی داشته باشن؟ بله هر ایالتی باز همینجا مثل ویزای 190 هر ایالتی داره خودش شرایط خاصی میذاره و رشته‌های خاصی و مثلا میگه من فلان رشته رو میخوام به شرط اینکه 3 سال سابقه‌کار باشه، نمره مثلا 6 یا 7 زبان باشه و که این شرایط رو هر ایالتی تو وبسایتش میگه. بعد بر اساس اون فرد میتونه اپلای کنه و تقریبا میشه گفت غیر از ملبورن که از قبل جواب فرد نمیدونه و عملا تقریبا میشه گفت از این لحاظ بدترین ایالته. بقیه ایالت ها یک گایدلاین ها یا کرایتریا هایی دارن که شما از قبل میدونی اگه که مثلا گفته 2 سال سابقه‌کار و نمره زبان 6 دیگه مطمئنی که بهت اون اسپانسرشیپ رو میدن. ولی متاسفانه در مورد ویکتوریا اینطور نیست. یعنی خیلی وقتا شده که فرد شرایط رو حتی بهتر از اون چیزایی که عنوان شده در وبسایت ویکتوریا داره مدارک فرستاده میشه، بعد از 2-3 ماه نامه میاد که ببخشید کمیته ما تصمیم گرفت شما نمیتونید اسپانسر بشید. درست. خب حالا دوستانی که با این ویزا میان آیا کارشون مشخصه؟ یعنی اینکه امکاناتی براشون در اختیارشون قرار میدن که کار زودتر پیدا بکنن یا برن سر کار؟ نه، اینجا هم باز مثل ویزای 190 ایالت ها سعی میکنن یه سری اطلاعات بدن، راهنمایی های بالمعروف پسیو که فرد رو هدایت کنن به سمت کاریابی، ولی عملا اینکه کار بدن به کسی نیست. بله مرسی. خب من سوال آخرم این هستش که خب حالا کسی با این ویزا اومد استرالیا و اون ریجنال اریاش هم انتخاب شد، یعنی اینکه ایالتی که اسپانسرش شده، حالا اگر اومد اینجا آیا میتونه ایالتش رو عوض بکنه یا نه و اگر بله به چه صورت؟ ببینید اینجا هم باز در واقع بستگی به اون منطقه ریجنالی که شما رو اسپانسر کرده داره. بعضی وقتا شما میتونید برید توی یه جایی زندگی کنید 6 ماه 7 ماه 1 سال و نیم میبینید که کار نیست، میتونید با اون ایالت به قول معروف نگوشیت کنید و اگه یه ایالت دیگه باز شما رو برای ریجنال نه برای مثلا ویزای معمولی برای ویزای ریجنال بپذیره، بله در اون شرایط میشه این کارو کرد. در غیر این صورت متاسفانه باید تو همون منطقه ریجنال که اسپانسرتون کرده بمون. بله درسته. خیلی ممنونم جناب احمدی. شما فکر میکنید نکته خاصی هست که بخواید اضافه بکنید به صحبتاتون؟ نه راستش رو بخوای من الان چیزی در ذهنم نیست، فقط راجع به اون کار فرد باز بگم که حتما باید 35 ساعت در هفته باشه، ولی لازمش این نیست که حتما برای کسی کار کنید. شما میتونید خودتون یه کمپانی رجیستر کنید یا ABNی به اصطلاح داشته باشید، یه حالا هر کاری هم میتونید انجام بدید. اینجا دیگه لازم نیست همون کاری رو براش اومدید، مثلا اگه مهندس عمران بودید لازم نیست حتما اینجا به عنوان مهندس عمران کار کنید، میتونید به عنوان یه پیتزا فروش به فرض کار کنید یا هر چیز. درست. و فقط اون شرط 35 ساعت در هفته رو بتونید به نحوی اثبات کنید که بله شما اینقدر کار کردید، درآمد داشتید، اینا رو با پی‌اس و تکس ریترن و اینجور چیزا میشه اثبات. بله خیلی متشکرم، ممنون که وقتتون رو به ما دادید. خواهش میکنم، خوشحال شدم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خدا نگهدار. صحبت‌های کارشناسی آقای دکتر سیروس احمدی رو در مورد ویزای 400